أوحى به وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. خوش اون زن میزنن. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا رحمن يا الله يا أرحم الراحمين. با سلام بعد از ماه مبارک رمضان به شما عزیزان بیننده و شنونده تمنا میکنم که روزهای پرفیض و پربرکت سپری شده و ان شاء الله که اثر او روزهای پربرکت در ما باقی باشه که تا آمدن رمضان مبارک دیگر همه سر حال باشیم، آمادگی خود ما را در ادای وظیفه بندگی ما در مقابل الله و در مقابل بنده های الله به وجه احسن پیش برده بتانیم و آماده باشیم. باز هم خدای را سپاس و شکران که به ما این فرصت مساعد کرد که در مورد مسئولیت های ما، در مورد مسئولیت های اعضای خانواده بحث و صحبتی داشته باشیم. ما باز وقفه‌ای که در رمضان داشتیم، برنامه‌های خاص رمضانی داشتیم، با او وقفه ما انشالله این برنامه همیشگی خود ما را هم پربرکت ساخته باشیم. حال دوباره شروع میکنیم به همو مسئولیت هایی که در خانواده بود. ما با تأسف در همین مدت حتی در رمضان مبارک شاهد جنجال های خانوادگی بودیم. تلفن ها می آمده، شخصا در دفتر می آمدن، خواهری می آمد، برادر می آمد، از وضع نابسامان خانواده شکایت داشتن، حتی از جدایی ها بحث می کردن. کوشش زیاد می بود که این خود طبیعی هست که در بین زن و شوهر جنجال می باشه، ولی این را بسیار عمیق نسازیم، نگذاریم که خدای ناخواسته کار شود که دو همسر و دو شریک زندگی، حتی که پای اطفال هم در میان هست، این روابط تیره شود و بالاخره به جدایی هم دیگر تمام شود. تلاش زیاد می کردیم ولی جای کاری می افتاد، جای هم اثر نمی گذاشت. اونا تصمیم خودشان گرفته بودن، البته تجربه کرده بودن، نمیتونستن با هم دیگه زندگی بکنن، به هر قیمت میشد میگفتن که نمیتونیم زندگی کردن. این برنامه را هم قصداً اختصاص به می دادم که ما پس از یک ماه تمرین که از صبر، خصوصا صبر کردیم در برابر هر تکلیفی که، هر مشکلی که به ما عاید میشد، ما در برابرش صبر میکردیم. حتی کسی اگر ما رو دشنام میداد، میگفتیم ما روزه داریم، جوابش نمیدادیم. پس از این یک ماه تمرین و حداقل عادت دادن ما به کارهای خیر، کوشش زیاد داشته باشیم که از این بعد اجازه ندیم این روابط قسمی تیره شود که به جدایی ها بکشه، اولادها به سرنوشت شوند، خود ما بعداً پشیمان شویم.
کار نکنیم که بس از اختیارش از کف ما بیرون شده باشه، از دست ما بیرون شده باشه. بنابراین من شما خواهر عزیز، برادر عزیز، کسانی که شما عروسی کردین، شما خانواده تشکیل کردین، پدر هستین، مادر هستین، مسئولیت شما خیلی بزرگ است. باید بسازیم، باید سازش کنیم، باید با مشکلات دست و پنجه نرم کنیم. این جدایی را یگانه راه علاج نیافیم، انتخاب نکنیم. آخرین چاره او است. همه امکانات خود ما را، همه تلاش های ما را به خرج دادیم اما نشد. بنابراین ایره ما درک بکنیم، ایره باید حس بکنیم. وقتی دو شخصی که با هم اختلاف دارن، اختلاف جسمی دارن، اختلاف فکری دارن، نه اختلاف عقیده، اختلاف سلیقه دارن، اختلاف مزاج دارن، این طبیعی است که در بین از اینها درگیری صورت بگیره، نزاع صورت بگیره. این اول باید قبول بکنیم. همه دو خدای عزوجل در خلقت زن و مرد فرق گذاشته یا اختلاف است در خلقت مرد و زن، با هم شبیه نیستن. بعد طبعا برداشت هایشان، احساساتشان، عواطفشان، همگی از اینا از هم تفاوت داره. باید که وقتی ما نیت میکنیم، عهد میکنیم که یک زندگی مشترک شروع میکنیم، یک خانواده تشکیل میکنیم، این کار خب برای یک روز و 2 روز نیست که این برای عمر ما هست. ما تا پایان عمر باید در یک سقف، در زیر یک سقف زندگی بکنیم، با مشکلات دست و پنجه نرم کنیم. روزهای تنگ، روزهای وسیع، روزهایی که ما حتی بعض وقت شاید آب و نان ما کم و کاستی داشته باشه، روزهایی است که نعمتهای الله فراوان است در هر دو صورتش. یک وقت خوشحال هستیم، یک وقت جگرخون هستیم. ما که عهد کردیم این زندگی رو مشترک پیش میبریم. خدا به واسطه همین پیوند در بین ما آرامش و سکینه ایجاد کرد، مودت و محبت ایجاد کرد. الله وعده کرد وقتی شما عقد کردین، همین عقد سبب میشه که شما 2 نفر که با هم اختلافات زیاد داریم، ما با هم زندگی میکنیم، این مشکلات میآید. این مشکلات باید با جبین گشاده قبول بکنیم، ولی ناتوان نباشیم وقتی یک مشکل ایجاد شد که نمیتونیم میره حل کنیم. باید ابتکار کنیم، باید تلاش کنیم، از خدا کمک بخوایم که خدایا دست مرا بگیر، این راه برای من آسان بساز، مشکل ما آسان بساز، در بین ما محبت دوباره مستحکم بگردان. با این دعاهای ما برای حل مشکل ما باید کمر بسته کنیم. ما میبینیم خانواده های بسیار عزیزه با هم بسیار به مهر و محبت آغاز کردن، ولی در مسیر راه مشکل پیش آمد، مشکل حل نشد، مشکل حل نکردیم و مشکل گذاشتیم بزرگ شد تا که عواقب خیلی ناگوار برای ما داد. ما حتی اگر که همین نزاعی که در بین زن و شوهر پیدا میشه، همین جنجالی که پیدا میشه، بسیاری وقتا این مفید بوده. سر یک موضوع ناساز شدیم، کشمکش کردیم، صدای ما بلند شد، ولی پسانتر متوجه شدیم، بعدتر متوجه شدیم که این کار ما خوب نبود. خشم و غضب ما فروکش کرد، احساسات فروکش کرد، عقل حال جایش هست، ترس خدا هست در پیش ما. ما وقتی عروسی کردم بگویم خداوند وقتی به من لطف کرد یک نعمت خودش، یک امانت خودش برای من سپرد، من این امانت باید درست ازش حفاظت کنم. این حال وقتی احساساتم، عصبانیتم ختم شده، حال خانمم برای من یک شخصیت بسیار نزدیک، مهربان از وجودم. قرآن که تعریف میکنه شما لباس یک دیگر هستین.
لباس یک دیگر هستیم. لباس که انسان عیبهایش میپوشانه وقتی شما لباس میپوشیم. اگر ما این به این تعبیر بگیریم که زن عیب شوهرش میپوشانه و شوهر عیب خانمش میپوشانه، داشتیم یک کشمکش کردیم، ولی حال نی کسی بیرون از این کشمکش ما آگاه نشود و پس ما یکی دیگه ما رو بخشش میکنیم، عذر خواهی میکنیم. اگر من اشتباه کرده بودم من عذر خواهی میکنم، خانم ببخشید من متوجه نشدم، شیطان وسوسه کرد، عصبانی شدم، مرا ببخش. خانم هم همی جرأت داشته باشه، همی چانس را که شوهرش برش میته و ازش عذر خواهی میکنه، این قدر کنه. نه شوهر، نه عزیزم ضرور نیست تو عذر خواهی کنی، خیر شد من هم اشتباه کردم، من اگر مقابل حرف تو حرف نمیزدم شاید اینقدر کش نمیشد. با این شما میبینین که پس یک صفحه نو بسیار با محبت دوباره ایجاد کردین. یعنی اون نزاع کشمکش سبب شد که شما مهر و محبتتان دوباره جوش کنه و هم دوباره علاقه پیدا کنین، گذشت کنین، یکی دیگه تون معاف کنین. پس وقت این کشمکش طبیعی هست، بعد از حلش میبینیم که محبت دوباره ایجاد شد و حتی بیشتر از پیشتر. یعنی بسیار کم هستند خانواده هایی که در طول زندگانی یا در جریان زندگی طولانی بینشان جنجال پیدا نشود. شاید هم بعض وقتا مونا زندگیشان یک نواخت باشه که هیچ جنجال نشده. وقتی جنجال شده کیف او آرامش دوباره یافتن. حالا جنجال شد که ما فهمیدیم بدون جنجال زندگی چقدر خوشبختی بوده. وقتی او کسایی که هیچ جنجال نکردن مزه او آرامش و سکونتشان با او قدر نفهمیدن که او کسایی که جنجال داشتن بعد از او دوباره اینا به آرامش و محبت و معدت رسیدن. بنابراین یعنی اگر که جنجال پیدا میشه در خانواده، ما برای حل کردن این جنجال اگر توانایی نداشته باشیم، این است که سبب جدایی میشه، سبب دوری ما میشه. ما توانش دیگه نداریم که حل کنیم. اما جنجال بودن جنجال این سبب جدایی نمیشه و این سبب جدایی نباید باشه. بنابراین او زن و شوهر باید که قوی باشن در برابر ناملایمات روزگار، باید که کوها و استوار استاد باشن. نه این زندگی به این حد به ارزش نیست که ما یک کشمکش شد ما این زندگی رو به هم بزنیم. حتی اگر طفلم در بین نباشه، دو تا خانواده‌ای که با بسیار محبت و صمیمیت اینا خواستن خیش شوند با هم، دو تا خانواده یک خانواده بزرگ تشکیل کردن، کشمکش در داخل فامیل که همگی وضعش خراب میکنه، همگی مکدر میشن، همگی آشفته میشن، آزرده میشن. بنابراین زن و شوهر باید که چون در ابتدا عهد کردن با الله شان، ما در قرآن میبینیم که امی عقدی که در بین زن و شوهر میشه این را به نام میثاق غلیظ، یک عهد بسیار عمیق، بسیار قوی، بسیار محکم با الله، در نزد الله این وعده را کردیم. بنابراین الله ازش همیشه تمنا کنیم خدایا این علاقه ما را تو حافظش باش، تو حفظش بکن، تو از هر گزنده این مسئول بدار، این عقد ما به هیچ قیمت از هم نسکله. با این تمنا و با این نیت و با این تلاش، با این استدعا از جانب برای الله به تقویت از این پیوند و این میثاق تلاش میکنیم. حال مثلا ببینیم که در زندگی ما اختلاف پیدا شد، چطور بتانیم ایره مهار کنیم، جلوش بگیریم که این نشأت نکنه، سرایت نکنه، زیاد نشه، عمیق نشوه،
چه کار کنیم؟ مثلا اولی که اگر زن و شوهر حقوق یکی دیگه شانه بفهمن که باید بفهمن، چون ما مسلمان هستیم، افتخار هم میکنیم که مسلمان هستیم، افتخار میکنیم که ما نمونه ها داریم، رهنما داریم، نمونه زنده داریم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چی قسم زندگیشان سر و سامان بخشیدن، خانواده را چی رقم تشکیل کردن، خانواده را چی رقم پاسداری کردن. این نمونه زنده است که هنوز هم ما اگر پیروی میکنیم زندگی سعادتمند در خانه ما هست. و قرآن داریم، سفارشات بزرگای ما هست که چه قسم سر و سامان دادن خانوادهشان، خانهشان که یک خانواده سعادتمند بوده. بنابراین ما حق و حقوق یکی دیگه ما را باید بفهمیم. بعدش وظایف ما را بفهمیم که ما وظیفه ما در خانه در بیرون چی هست و از خانم چی هست، در مقابل من چی وظایف را انجام باید بده و ما در مقابلش چی وظایف را انجام میتونم، مسئولیت های هر دوی ما چی هست. ولی فهمیدن این حقوق به این نباشه که مثلا ما اگر حق خود ما فهمیدیم که بالای خانم چی هست و ما یخن از او را بگیرم که حق ما را ادا بکو، باز ما مشکل زیاد کردم. باید ما حقوق خانم ما که سر ما، زن ما سر ما چقدر حق داره، مادر اولادم به ما چقدر حق داره، چی حق داره، در تلاشی از این باشم که ما حق خانم ما، حق همسر ما ادا کنم، که نه در پیش خودش مسئول باشم و نه پیش الله. فردا الله من پرسان نکنه که چرا حقوق همسرت ادا کرده نتونستی، اونجا من که جواب ندارم. و همچنان خانم به این تلاش نباشه که حقوق خودش فهمیده آل یخن شوهر محکم میگیره که مرا حق ما باید بدی. این برای سعادت خانواده کمک نمیکنه که من حق خودم شناختیم، آل میخوایم حق ما بگیرم. بزرگی ای است که بعض وقتا از حق خود میگذریم، از حق دیگران خود گذشتن نیست. ما اگر حقوقی که من سر خانم داشتم ادا کردن نتانست، من حق ما ببخشم برش، معذور بدانمش، نتانسته کشش نکنم که تو چودو این کار نکردی. همچنان خانم. بنابراین اولین چیزی که سبب میشه اختلاف از بین بره، اختلاف مهار شوه، اختلاف مشکل حل شوه، دانستن حقوق ما هست، حقوق خانم هست. بعض وقتا من حق ما اگر بفهمم از حق خودم اضافه تر از خانمم نمیخوایم. اما طور خانمم اگر حقوق خودش بفهمه دیگه تقاضای بیشتر از حق خودش از من نداشته باشه. اگر حقی که داشتم ادا نکردم، چقدر سعادتمند است خانم که گذشت کنه و شوهر چقدر خوشبخت است که حقش اگر خانمش ادا کرده نتونسته او را عفو کنه، ببخشه. اما از حق خود ما اضافه تر تقاضا نداشته باشیم. بعض خانم‌ها البته در بیرون میگم، در اروپا میگم، اینا وقتی کار میکنن، حالا شاید در کشورهای خودمون باشه، در افغانستان هم خانم‌ها مسکینا در بیرون میرن، زحمت میکشن، به خاطر یک لقمه نان کار میکنن، میاین یک نان و نفقه پیدا میکنن. وقتی که خانم از بیرون کار میکنه میایه، باز در خانه باز کار میکنه، آشپزی خانه را میکنه، کالاشوی خانه را میکنه، اولادا را جمع و خند میکنه. این مثل 24 ساعت کار میکنه. و ما کار کردیم، آمدیم حال خانه قرار نشستیم که مادر اولادا وظیفه خود در خانه انجام بده، بیایه برای من آن بیاره. این مشکلات خودش سبب میشه که ما حق خودم نشناختیم و حق از اونم نشناختیم. بعض وقت خانم اگر کم بیرویی کرده که تو هم کار میکنی در بیرون، ما هم کار میکنیم، برو تو امروز تو پخته کو، به یک لهجه گفته که جرح کرده شوهره. و شوهرم بعض وقت هم شده که قرار شیشته ایت سیل کرده، مانده که خانم هر چقدر که زله و مانده میشه برو دیگم بار کنه. و یا عکسش، او خانم که خانم خانه است، ملکه خانه است، نشسته، هیچ مسئولیت نفقه اینا رو نداره. شوهر رفته زحمت کشیده آمده، وقتی که آمده
یک کم در خانه نابسامانی بوده، چیزا درست مرتب نبوده، شوهر اگر داد زده اول خب باید داد نمیزد، حالا داد زد، خانم اینه در مشکل خودش ببینه که ها ببخشه من دستم بند شد نتونستم اینا رو جمع کنم. این حکمتش است، این تدبیرش است که شوهر خود نماند عصبانی شود زیادتر. حالا یک کار شد، اول شوهر این کار باید نمیکرد، او رو معذور میدانست، خودش میرفت امور جمع میکرد که زی سعادت پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد، در کارهای خانه شریک شد. ولی او که خسته بود مانده شد، زله شد، شیشت و داد زد. وقتی که خانم داد نزد و گفت معذرت خودشه، حالا مرد باید خجالت شود. اگر اظهار خجالتی نمیکنه پیش نفسش خجل شود که من داد بی جای زدم. اگر بگه خانم جان ببخشی من متوجه نمیشتم، بیرون یک کمک اعصابم خراب بود، سر و صدا بلند کردم، و خانم 10 دفعه دیگه هوش خودم میگیره که دیگه روزه که شوهرش آمد خانه مرتب باشه. بنابراین ما مشکل ما را به این ترتیب حل کردیم. و اگر که اینمی انتقادات، اینمی اعتراضات اگر وقتش هم بفهمیم، آیا درست بود که ما آمدم خانه به مو شکل مرتب نبود، خانم در آشپزخانه بود، بچه ها دخترها در بین خودشان یا بازی میکردن یا درس میخواندن و ما آمدم، آیا ضرور بود که در همه جا من اعتراض میکردم؟ این را باید وقتش بفهمم. اگر وقتش فهمیدم در اینجا اعتراض نکردم، معنای چیست که من مشکل حل کردم، مشکل ایجاد نکردم. اما این مشکل به ترتیبی خانه را چی رقم حل بکنم؟ خانم وقت زلگیش خلاص شد، نان نوشیدن کردن، آمدن در بسترشان دراز کشیدن، پرسان کردن حالت خوب است، امروز دفتر خوب بود، شما از خانم پرسان کردین امروز مثل که زله و مانده بودی، کارت زیاد بود، خانه مرتب نبود. اگر بچه ها را در کار پرتی یا خودت امیر جمع می کردی، اینجا اعتراض کنی، خانم میپذیره، حال زلگیش رفع شده، میفهمه که یک کار از پیش من مانده بود، یا از بس زیاد کار بود، یا کسی تلفن کرد، کسی یک کار کرد که وقتش گرفت که رسیدگی کردن نتانست. یا اگر بگه که بابی اولادا من که دستم نرسید، بسیار زله میشم، کار خانه زیاد است، بچه ها هم کاری نمیکنن، این وقت شما معذرتش قبول کنین، بگین خب از این بعد من خودم خیلی میایم، من امرایت همکاری میکنم. شما او تنقیدتانه وقتی که اعتراضتانه بیان کردین و جواب قانع کننده گرفتین، پس آل لجاجت نکنیم دیگه که نه من نمیفهم، تو باید ترتیبش بدی. آل شما امروز همکاری کنین، وقت کارش برش ببینین که اگر وقتش ضایع میشه در کار کردن، سست کار است، تنبل است، یک چیزه، خب اینا رو در رخش بکشیم و عیب بسازیم برش، واسه وقت این کار ما کار معقول حکیمانه نیست. بنابراین انتقاد میکنیم، اعتراض میکنیم، وقتش بدانیم. وقتش اگر دانستیم مشکل بلند نمیشه، مشکل ما مثل که حل کردیم در اینجا. ببینیم که اسلام عزیزم ما را همه تو سفارش میکنه که ای کسایی که شما ایمان دارین به الله، وقتی عصبانی بودین، وقتی احساساتی بودین، عقلتان ضعیف شده، از حالت نرمال بیرون هستین، در اینجا کوشش کنین که کسی را سرش، یا میخواین تنبیه کنین یک کسی را، یا میخواین یک تصمیم بگیرین، میخواین اگه اعتراض بکنین، در این وقتی که شما عصبانی هستین نکنین این کار. چرا؟ اعتراض به عصبانیت، حتی نصیحت به عصبانیت، شما قهر هستین، یک کسی را میخواین نصیحت کنین، نصیحت شما مثل که عکسش میخله، قابل پذیرش نیست، شما به یک حالت دعوتگر نیستین، یک واعظ نیستین که نصیحتگر باشین، شما با مقارتان که آمده میخواین یک چیز را بگوین. بنان اسلام چیزا را احتیاط کن، میگن وقت بشناس،
در کدام حالت تو خودت این کار باید انجام بدی. ما بعض اعتراضا هم داریم که متاسفانه خودش سبب میشه اشکال ایجاد کنه، جنجال ایجاد کنه، حتی اختلاف ایجاد کنه در بین خانه، اما فضای آرام خانه را خراب کنه. بعضی تکیه کلام ها بعضی وقتا داریم او را بیان میکنیم، ایره نمیسنجیم که همین حرف من آیا طرف مقابل من ازش متاثر میشه، آزرده میشه، برآشفته میشه. اینا رو توجه نمی کنیم و امو حرف میگیم، امو اعتراض ما را به یک شکلی میگیم. مثلا وقتی میبینیم که خانم کمک مطابق ذوق من نبوده، میگم مثل مادرت هستی. نعوذ بالله، نعوذ بالله. چطور یه حرف زدی؟ مادر از او مادر تو هم هست، چرا این طعنه را دادی؟ اگر راستی میخواستی که او را متوجه کنی، میگفت تو مثل مادر مواری هستی، که این وقت این گپ نمیخله، میفهمه که ها مادر خودش البته تنبل بوده مثل مواری که میخواه من را اصلاح کنه. اگر بگویی که تو مثل مادر تو هستی، دیگه مادر تو اینم تو مثل خود داره بی سلیقه بود، مثل تو تنبل بود، فلان فلان فلان، کشتی نفره. این حقارت است، این توهین است. بعض وقتا کلان میسازیم، کل خانوادیت نمیتونست، شما فامیلی نمیتونستین. اگر یک گپ ناشایسته ناباب از زبان یک کسی برآمده، از خانم برآمده، از شوهر برآمده، بعض خانم هم شوهرشان نمیتون میگن تو هم مثل خسر ماری برام میگی، یعنی خسرت یک چیز البته سخت گفته، حال درد کرده، حال بچه خسرت به این حرف جرح میکنی. این برای اصلاح نیستی. تو قار هستی، میخوایی خشمت بیرون کنی، دلت یخ کنی. دل یخ کردن به کدام قیمت تمام میشه؟ جنجال، کشمکش، اختلاف، سر و صدا بلند کردن، فضای خانه را به هم زدن. این باز مناسب نیست. این در خانه گنجایش نداره، سبب میشه که فضای آرام خانه ناآرام شود. یا بعض وقتا مستقیم نمیگیم، میگیم که مادرم یا خوارم یا فلانی هم تو گفته بود که تو اینم تو رستی، تو اینم تو میکنی. یک عیبشه در روخش میکشین، اما از زبان یک کس دیگه که فلانی هم تو میگفت، مرا باورم نمیاد، خاله من میبینم که تو رستی. نعوذ بالله. شما چرا این کار کردین؟ بر علاوه ازی که در نظر خودش دلش سیاه کردین از خودتون، از اون نفر دیگه هم میره دلش سیاه کردین، در برابر از او میره به جبهه گیری وادار کردین. این وضع عکسش باشه. شما کوشش کنین در بین فامیل خودتان و خانمتان و یا در بین شوهرتان و فامیل خودتان و فامیل شوهرتان علاقه بسیار صمیمانه ایجاد کنین. این به نفعتان است. روزی میشه که خانم سرکش است، شما با مادرش، با پدرش، با خواهرها و برادرش علاقه بسیار صمیمانه دارین، با اونا یک اشاره میکنین که خانم یک ذره یک نصیحت نمیکنین، کمک بی لطف شده، اونا فوراً طرف شما را میگیرن. اگر شما با خانوادی همسرتان در جنجال باشین، پس اونا به شما به نظر درست نمیبینن، شما را یک آشوبگر، شما را یک جنجالی فکر میکنن. چرا؟ عملا کردین با اونا. بنابراین این کارها نتیجه خوب نمیده. اگر مشکل است مستقیم از طرف خود ما بگوییم، ولی چه وقت، در کدام حالت، با کدام زبان، برای اصلاح یا برای جنجال. پس برای جنجال نباید باشه. پس ما نیت داریم که اختلاف و جنجال حل کنیم، نه اینکه دامن بزنیم. ما فکر میکنیم به یک میان برنامه میریم، انشالله بعد صحبتهای خود ما را دنبال میکنیم. تا چند دقیقه مختصر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد. بیگمان الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. بیدادی جمله را هستی ربی من یا الله تو یکتایی و یکتایی و یکتایی یا الله. همه عالم گواه است بر وجودی ذات یکتایت تو تنهایی و تنهایی و تنهایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. توانایی علمی تو همه چیز را فرا گیرد توانایی و دانایی یا الله. محمد را فرستادی برای دعوت اسلام تو هادی جمله مایی و مایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. الله الله یا الله. رضای تو بود بر آن که از وی پیروی دارد تو محبوبی و محبوبی و محبوبی یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. تو نوری آسمانی و زمینی کردگاری من تو رحمانی و رحمانی و رحمانی یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. هزاران این سپاس و شکر ما بادا نثاری تو معبودی و مقصودی و مقصودی یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد. بیگمان باطل نابود شدنی است. رسال حق، اسلام ناب به دور از خرافات.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز، جنجال خانواده ها زیاد است. ما متاسفانه دم یکی دو روز با یک خانواده سر و کار دارم. 2 تا طفل دارن، 2 تا پسرکاس کلان شدن، مکتب رو شدن، یکیش کودکستان میره و اینا نتونستن با هم زندگی رو دوام بدن. امروز دیروز شنیدم که خانم تقاضای طلاق میکنه از شوهرش که دیگه نمیتونم با تو زندگی کرده. و شوهرم به می نتیجه رسیده که بله دیگه نمیتونیم ما زندگی بکنیم. حالا دل ما آب میشه که این 2 تا پسر خرد ایگه که چطور میکنن. یتیم های ما که در غزه و در سوریه و در افغانستان و در عراق و در سایر کشورها یتیمکای ما را اینا را خود پدرکایشان و مادرکایشان خود دشمنا کشتن. دشمنای انسانیت، دشمنای بشر. وقتی یک کس را به ناحق کس میکشه، دین ما همین میگه که مثل که کل بشریت کشتین شما. هیچ واه هم نمیگن، خم ابرو هم ندارن، به خاک و خون میغلطانن، شفاخانه را میزنن، مکتب میزنن. در سر راه اون امبولانس میگفت که ما چانس نداریم، نمیتونیم لاشه های مردم از سرکا جمع کنیم به خاطر از اینکه سر ما باران بم و بارود میباره. چقدر انسان ها قسی القلب میشن. کشتن بشر مثلشان مثل کشتن پشه هم نیست. هنوز به بسیار تکبر بالا میشن، گپ میزنن که ما تمام گزینه ها را داریم، حتی میریم غزه را اشغال میکنیم. یعنی چی؟ کجا میرین؟ از شما پیشتر ارباب های شما هیتلر به کجا رساند؟ کشتاره. در کشتار یهودی ها مردم دلسوزی با یهودی ها داشتن و امروز یهودی ها در جای هیتلر از هیتلر هم پیش رفتن. ولی یک شکل دیگه هست که ما اولادای خود ما را یتیم میکنیم. این دل چطور جرأت میکنه؟ چطور؟ من خب بعض وقت برای پدرها و مادرها ایره میگم وقتی شما صاحب طفل شدین دیگه زندگیتان در خدمت اولادتان بگذارین. مثل که پدر مادر وقتی شما را به دنیا آورد عمر خود در خدمت شما گذاشتن. آیا اولاد حق نداره سر شما که از خودخواهی هایتان، از یکتازی هایتان یک ذره فروکش کنین، تواضع داشته باشین، صبر داشته باشین، به خاطر که این طفلکا سبا سرگردان نشون. یتیم هایی که پدر و مادرش زنده است، سبحان الله، پدر و مادر زنده است، اولادش یتیم میشه. دلتان نمیسوزه؟ خواهر و برادر من، در هر جا که هستی از خدا بترس، یک کمی از غرور و تکبرت بشین، حق یکی دیگه تان مراعات کنین، به خاطر خدایی کار کنین. من بیم دارم، میترسم فردا اگر این خانم، این طفلار خانم با خودش برد، فردا این شوهر میکنه یا شوهر نمیکنی، خودت فدای بچه هایت میکنی. یعنی چی؟ این چی احساسات نادرسته بود که از پدرشان بیگانه کردی، آل میخوای خودت فدا کنی که اینا رو من دیگه شوهر نمیکنم، اینا رو کلان میکنم. این چی جهالت است؟ آیا او پدر تو چرا رحمت نمیای سر اولادت؟ فردا اگر تو بری زن کنی، امی اولادان تو گرفتی، او مایندرشان است، تو از شفقت و از محبت مادر از چون دورش کردی، چرا دلت نسوخت؟ تو خودت سبا وقتی طفل دیگه آمد بازنامه تو 2 طرفه میشی، باز خشم خدام سر تو میآید. ولو تو بر حق بودی که خانمت باید از پیشت میرفت، تو حق داشتی خانمت طلاق کنی، ولی فردا وقتی در بین بچه هایت اندر و سکه ساختی، عدالت مراعات نکردی، مورد خشم و غضب خدا تو قرار نمیگیری؟ چرا فکر صحیح نمی کنین؟ چرا
اعوذ بالله نمیگین؟ چرا شیطان از بینتان دور نمیکنین؟ چرا وقتی که شما عقد کردین امی عقدتان به نیت از این نکردین که خدایا ما با هم میسازیم، ما با هم گذشت میکنیم، ما یک خانواده سالم ایجاد میکنیم، ما اولاد صالح تربیت میکنیم؟ نگفته بودین شما اینو در ابتدا؟ از خدا کمک نخواستین شما؟ هر کسی به رأی خودش خودخواه است، برای رأی طرف مقابلش اصلا اهمیت قائل نیست. خانم اگه یک چیزی میگه در دانش میزنه، و یا عکسش، شوهر میخواد یک چیزی بگه، خانم میگه تو را غرض نیست. این سبب شد که بچه های شما یتیم شود. بیاین نکنیم این کاره. کافی است که اولادای ما را دیگرها یتیم میکنن. ما جای از این که او یتیم ها را زیر آغوش خود ما بگیریم، اولادای خود ما را یتیم میکنیم. فهمیدین که چقدر وزن داره این حرف؟ حال اختلاف پیدا میشه، جنجال پیدا میشه. بشر هستیم. بین پسر و پدر جنجال نمیشه شما را به خدا، بین مادر و دختر نمیشه، بین خواهر و برادر نمیشه. آیا اینها از هم بسکلانن؟ میبینیم که چند دقیقه بعد هم اینا یکی دیگه شون باز در آغوش میگیرن، یادشان میره. دختر به مقابل مادرش چقدر بی‌مهری میکنه، ولی مادر میبخشه، عفو میکنه. یک بار اگه دختر گفت بندر جان من راستی آزار دادم مثلا، اما تمام چیزش یادش میره. خب ما شما زن و شوهر چرا ما احساس در خود ما پیاده نمی کنیم؟ به خاطر یک هدف بسیار مبارک و مقدس، اولاد صالح تربیت کنم. خدا نخواسته سبای اولاد ما همه تو جنجالی جور شوه، میکروب جامعه شوه. خدا در زندگی ما مرا نفرین میکنه، در قبرم ما از دست از او به عذاب هستم. روز آخرت که بنابراین ما در تلاش ازی باشیم که این مشکلاتی که طبیعتاً ایجاد می شود یا از سوء تفاهم یک کار شد این حل کنیم، نگذاریم میره کلان شود، نگذاریم کلان شود. حالا میگه حداقل شما دو طرفی که جنجال کردین، یک طرف پایین بیاید، یک طرف به حساب ما بگوییم کوتاه بیاید، گذشت کنه. و این گذشت بر خانم به این زیبنده هست که خود خانم پر از عاطفه هست، پر از مروت است، پر از شفقت است. مرد یک ذره خشن هست، شاید هم اموتو تیپن نخواهد که کوتاه بیاید، ولی تو خانم عزیز، خواهرک من، مادرک من، تو کوتاه بیا، نگذار که خانواده خراب شود. و او مرد خشن، او مردی هم که اگر تو کوتاه آمدی، اگر او از خدا نترسه، که او هم باید از خدا بترسه. برادر من، پدرک من، داماد عزیزم، تو از خدا بترس. وقتی خانم گذشت دیگه تو کش نکو، بگو بس اوکی خلاص شد. خیر ببینی که تو به نفع امی جنجال تو عقب نشینی کردی، امی جنجال خلاص شود، خدا خیرت بده. یک تشکری بکن از پیشش، تحسینش بکن و خودت هم تصمیم بگیر دیگه جنجال نکنی، کش نکنی. باز خدا نکنه اگر این اختلاف عمیق شود، شما توجه نکردین، نتونستین خودتان، یا کردین چندان جدی نفتید کارتان یا اثر نکرد، خدای عزیز، خدای مهربان، قرآن رهنما، پیامبر عزیز، پیامبر رحمت، پیامبری که میگفت شما بهترین شما کسی است که بهترین با خانوادهش باشه. اونا سفارششان همی است که اگر شما مشکلتان خیلی عمیق شد که دیگه توان ازیره نداشتین خودتان که حل کنین،
پس شما از طرفین، از خانواده هایتان، دلسوزایتان نماینده بگیرین. اما کسایی که توجه داره که این مشکل حل میشه، این مشکل من حل میکنم، همون 2 نفر از 2 طرف، نماینده های شما 2 نفری که در نزاع هستین، دیگه نمیتونین با هم بشینین. پس این سبب نشوه که تیشه در ریشه بزنین. ایره بتیم برای 2 تا دوستی که از فامیل ما هستن، نماینده هایی که اونا در غم ما غمگین میشن، در خوشحالی ما خوشحال میشن. ایره به اونا بسپاریم که شما بیایین در بین ما، شما قضاوت کنین، شما حل کنین و اونا رو اختیار بتین که اونا اگر فیصله کردن ایره شما قبول کنین. نشه که اونا فیصله کنن و شما قبول نکنین. باز وقت تمام مسئولیت ها به دوش شماست. بنابراین 2 نفری که نیت خیر داره، نیت حل مشکل داره، این 2 نفر کمر بسته کنن، بیاین مشکل حل کنن. توصیه بزرگای ما همی است که همین مشکلی که در بین شما ایجاد شده ایره بیرون نکشین. همین کافی است که در بین خانواده خودتان بیرون شده، از بین یک خانه که خانه نشیمن خودتان است، در خانه پدر و مادرایتان رفته، اونا هم دلسوزایتان است. اونا نمیخواین که خدای نخواسته عیب شما را به بیرون، اسرار شما را افشا کنن بیرون. اسرار خودشان است، عیب خودشان است. شما اولادای از اونا هستین، ملامتی سر از اونا میآید که اولادای درست تربیت نکرده بودن. بنابراین شما رشته حل کردن و دست از اینا میدین. و در این گفتگوها هم توصیه میشه که شما جنجالای سابقه را دیگه نکشین. قبلا اینمو تو کرده بودی، ولی به خاطر از اینکه یک طرف خودش سلامت بکشه و ملامتی را در گردن مقابل خود پرته، از گذشته ها آواز یاد میکنه، میگه نکوی کاره. این سبب نمیشه که حل شه و مشکل زیاد میکنه. حالا ما برای حل مشکل ششتیم، نه برای این نشتیم که ما ملامت کی است و سلامت کی است. نه در حل مسائل برای سلامتی و ملامتی کوشش نشوه. پس اگه اینا قبول میکردن که من ملامت هستم، خب عذر میخواست ملامتی رفع میشد. او نمیخواد که بگویم من ملامت هستم. الان هر کس برای دیگه کس ملامتی رو میپرته. آل نفرای سوم که داخل شدن که اینا میخواین که حل بکنن، اینا دیگه برای ملامت کردن یک کس تلاش نکنن، گذشته ها رو فراموش کنن. بگن در گذشته گپ نمیزنیم. حاله چیز رای حل نکشیدن اختلافات سابقه. حاله همون چیزایی که اینا رو به هم نزدیک میکنه اونا رو شور بتین. طفلا رو بکش بیرون، روابط بکش بیرون، خوبی ها رو یاد کنین. از این اختلاف شما، از این خدا نخواسته جنجال شما، خانواده های دیگه هم متاثر میشه. باید در اینجا این کار صورت بگیره که مشکل ما بتونیم مهار کنیم، حل کنیم مشکل. و همینطور وقتی ما در بین ما اختلاف ایجاد شد، سبب شد که جنجال بالا شود، خب اولین راه حل، آخرین راه حل فکر نکنیم. اینم یک راز دیگه. یعنی ما مشکل ایجاد شده، یک پیشنهاد داریم که اینم تو میکنیم، این حل میکنیم و اینمی راه حل اولین و آخرین نباشه. این راه کاری نبود، راه دیگر را پیش میکنیم. این کار نشد، دیگر را پیش میکنیم که تا مشکل برش برسیم. اما نه مرد نه زن این کلمه جدایی را به زبانش نیاره. وقتی که ما بخوایم اختلاف ایجاد شده را حل بکنیم، این دو طرف باید جدا زبان خود بسته کنن که کلمه جدایی و طلاق نپرتن. کلمه طلاق هر کسی در خانواده بگیره، خانواده را میلرزانه، خانواده را ستونه هایش میلرزه. یک ذره تکان بدی خانه سقفش در روی زمین میشینه. اما ببینیم میگه اگر طلاق صورت گرفت، عرش الله میلرزه. چطور از زبان تو گپ میبرایه که خانه را تکان بدی؟
و اگر این عملی کردی جدا شدین شما، میگه عرش الله میلرزه. عرشی که در زیر سایه از او در روز قیامت کسایی که دوستان خدا هستند در زیر سایه عرش، او خودش از او آفتاب داغ و سوزان روز قیامت در امان در زیر سایه عرش میره. تو با سبب تو با امی انجام امی کار جدا کردی، خانواده رو به هم زدی، عرش لرزاندی. ببین چقدر سخت کار کردی، چقدر یک کار انجام دادی که عرش الله لرزیده. او که به خدا ایمان داره، به روز آخرت ایمان داره، باید سخت تلاش کنه که خانواده به هم نخوره. ما در عوض از این گپای که محبت ایجاد میکنه، جنجال شده، اختلاف پیدا شده، بیاین حال یک کار دیگه کنیم که این جنجال از بین بره. با یکی دیگه ما مزاح کنیم، شوخی کنیم، یک کار خوب سابقه یکی دیگه ما رو بر رخ ما بکشیم. تو یک وقت تو یک چیزی گفتی، یا یک شوخی کردی، یا یک فکاهی گفتی، ما با این رقم صحبت همو دوستی جنجال میورداریم، تغییر میتیم موضوع را. از یکی دیگه ما تعریف کنیم، تمجید کنیم. وقتی شوهر بیاید در خانه، خانمش بگه خانم جان ماشاءالله چقدر با سرشته هستی، خانه که میدرایم دلم باغ میشه، جنجال هایی که در بیرون دارم کلش حل میشه، خدا عمر بده برات، خدا این دستکایت آسیب نته، دست درد نکنه، خدا خیرت بده. میایم همیشه پرخنده هستی، پیشانیت باز است، دردم گم میشه تو را میبینم. چقدر اثر داره این گپ. اما رقم وقتی که شوهر میداره در خانه، خانم به پیشانی واز به استقبالش میه، آمدی مانده نباشی، چقدر در بیرون مانده شده باشی، چقدر خسته شده باشی، چه همکارات تو آزارده باشن یا دکان داشته باشد، مشتری ها خدا میدونه چقدر تو اعصابت خراب کردن، بیا اینا بیش بالا سر بیش چای دم کردگی داریم، میای گپای خوب میزنی برش. تو بسیار یک شوهر مهربان هستی، تو همیشه در فکر ما هستی. چی تو همین کارت ایلا که دیستی کده میایی پشت ما دق میشی. اگر نان خوب پخته کرده بود، یک چای آورده برات گذاشته، به اخلاص آورده چای که تو بخوری، یک دفعه بگویی که چای تلخ است، چای تیره نیست، چای فلان است، گیلاس ناشسته آوردی، یعنی چی؟ زلگی و ماندگی بیرون کم نبود، کال در داخل خانه هم خودت نارام میکنی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی خانه می آمدن پرسان میکردن از خانم‌ها که چیزی دارین بر خوردن؟ بعض وقتا نیست، میگفتن یا رسول الله نیست چیزی. میگفتن من اصلا روزه دارم امروز. داد نمیزن که چی رقم زن هستین که یک سرشته نان نگرفتین. رسول الله صلی الله علیه و سلم جان ما فدایش، معلم است، رهبر است. وقتی که اگر نان می آوردن، بیبی عایشه قسم میکنن رضی الله عنها، میگن وقتی که آمدن در خانه نان هست، گفتن رفتم نان آوردم، سعی کردن گفتن خدا از قسم اول تو نخوری من نمیخورم. ایره قدردانی از زن، احترام به زن، خوشبختی خودش که وقتی که این حرف میزنه، عایشه بی عایشه چی میگن مادرک ما رضی الله عنها، یا رسول الله میگن قربانت شوم تو از همه کده مستحق توستی، اول تو لقمه رو بگی. با دستکایشان دندان مبارک نان پیش میکنه. خواهرک ما، مادرک ما، برادر ما، داماد، چرا شما میتونه نمیکنید؟ نمیخوای زندگی پیغمبری باشه؟ زندگیت مثل در خانواده پیغمبر هستی تو صلی الله علیه و سلم.
چقدر خوشبخت بودن. او زنها کلشان رسول الله مبارک دوست داشتن، اما تو رسول الله مبارک دوستشان داشتن. چقدر مشکلات اقتصادی داشتن، واخ نمیگفتن. ماها از او خانه دود بالا نمیشد، آشپزخانه بسته بود، آشپزخانه نبود. یک روز دادشان نبرآمد. اون روز که بوده باز میادن چقدر نازنین چیز آوردی، چقدر خدا خیرت بده، بگی اول لقمه نان تو بخور. ما وقت خانه میاییم خانم نان پخته کرده، یک دفعه ایره به یادت بیار که بعضی زنها هستن که نان پخته نمیکنن، مرد میره از بیرون برش نان میاره، پخته کردگی میاره. تو رو به خدا ای آشپز تو داری در خانه. بسیار مردان کالای چه زنها نمیشوین، کالای خودشان هم کلش خشکشوی میشوین، ولی تو میای خانه کالای چشتگی و تو کدگی. تو بغیر از اینکه از الله تشکری میکنی، تو اگر از آدما تشکری نکنی، شکر الله به جای نمیکنی. تو به خدا در جایت وقتی که میداری استراحت میکنی، جایت مرتب کرده، بالشته کرده، زیر سرت مونده، پاکیزه میداری در جایت. تو به خدا تشکری حق نداری، خانم حق نداره که ازش تشکری کنی. و یا خانم وقتی که در خانه میبینه که همه چیزا هست، هیچ کم کاستی نداره، شوهر تمام وسایل خانه را آورده. بسیار خانه ها را شما برین شوهر نداره چیزی که در خانه بیاره، بالش نیست، در یک بالش 2 نفر استراحت میکنن، در یک لیاف 2 نفر استراحت میکنن، بعض وقت لحاف نیست، ولی در خانه تو تمام چیز مرتب است، اضافه هم هست. میهمانایتم که به میهمانایتم هر چیز داری. تو به خدا این شوهر قابل از این نداره که تو ازش تشکری کنی؟ فدایت شم بابی اولادم، تو چقدر مهربان هستی، تمام کم و کاستی خانه، این خانه کم و کاستی ندارم، هر چیز گفتیم تو حاضر کردی. خدا عمر بده تو را، خدا از اولادت برات نشان بده، اولادایت در خدمتت باشه، من چی دیگه خدمت کنم برات. ای تو بگویم شیطان 1 دقیقه در خانه نمیشینه. الله میگه که جلت عظمته بدترین چیز در نزد ما جنجال خانوادگی است. جنجال بین زن و شوهر بدترین چیز در نزد الله است. و شما حتی میگن که شما از خانمتان تشکری پیش اولاداش بکنین. اولادا در خانه باشن که ببینن پدرش قدردانی میکنه از مادرشان، میای مادرش سرش سلام میکنه، در آغوش میگیره که خانم جان تو رو خدا خیر بده. چه مادر بر اولادای مستی، اولادا احساس محبت میکنن، اونا محبت کردن یاد میگیرن. پیش روی از اونا عکسش اگه بکنی، و همه تو مادر تو پدرش پیش اولادایش قدر کو. اگر در خانه نیست پدرش به احترام نامش بگی، پدر مهربان شما، پدر شما، یک ذره کوتاهی نکو. قدر خودت پیش اولادت بالا میره، مقامت بالا میره، احترامت اولادت میکنن، احترام پدر خودم میکنن، خاطرخواهی پدرشان میکنن. همگیشو تو کردی، تو یاد دادی بچه ها را، اما تو پدرش خدای ناخواسته بیا پیش بچه ها مادرش تحقیر کو. او که ایران میمانه که مادر من بابیم دو زد، بابیم تو کرد. دیگر روز اونا باز اگه یاد گرفتن و زنای خودشان هم تو کردن، خب گناهگار تو هستی. درد زیاد است برادرای عزیز ما، خواهرای عزیز ما. اگر یکی دیگه ما را با کلمات زیبا یاد کنیم، بعض وقتا همین صدا کردن بابی فلانی عزیزم، در خانه های ما نامای لقبای دیگه میدادن به احترام، مثلا شیر آقا، گل آقا، قند آقا.
نام خانم یک چیزی بود، بیبی گل، شاگل، چیزا میگفتن، احترام میکردن. اگر فیشنی شده یک چیز دیگه بگوین شما، یک چیزی که او را بفهمه که شما احترامش کردید، عزتش کردید. این کلمات، این خطاب ها سبب میشه که اختلاف در خانه گم شود، جرأت کرده نتونه بیاید. شما دیگه صدای بلند ندارین در مابین خانه چی قصد کنین، فریاد کنین کجا شدی، فلان چیز نیست، چرا اینطور نیست، یاد ندارین، اولاداتون یاد نداره. دشنام دادن در خانه نیست، تحقیر کردن در خانه نیست. شما تانستین در دنیا یک خانه که تانه خانه جنت دنیا جور کنین. کسی میگفت که خانم 50 سالیش است، زن و شوهر عمرشان دراز طولانی زندگی کردن، ولی خانم 50 سالی خود همراه سیلی پیش اولادای ایستاده. او دست شل نشوه. اگر از 25 سالگی که تو زندگی کرده باشه، 25 سال زندگی کردم همراهت، چطوری دست نمشکنه در روی مادرکشان پیش روی اولادش، تو که سیلی میزنی؟ خدا ازت پرسان کنه. یا او مادر، چی بگویم مادر نامشه، شوهر پیر خدا پیش بچه هایش دیوانه میگه، صدایش میکنه یا دیوانه، او مردنی، استغفر الله. او زبان باید گنگه شود. پیش خدا چی جواب میدی؟ پیامبر گفته بود که اگر سجده روامی بود بر مخلوق، من زن امر میکنم بر شوهر خود سجده کنه. تو را پیر میگی و تو را دیوانه میگی، همین احترام از برش. بیاین نکنیم این کارا را، از خدا بترسیم، بیاین صمیمیت ایجاد کنیم، محبت ایجاد کنیم، خانه های ما را خانه های سعادت بسازیم، اولادای ما را نخواهیم پریشان شوند، نخواهیم خود ما سرگردان شویم. خانم، این شوهره که تو اولین شوهرت است، کتش نتونستی بسازی، تو چی گارانتی داری که نفر دوم میتونی بسازی؟ و یا آقا، داماد، بچه، فرزندم، تو چی میتونی پیش خودت حساب بکنی که با این زنی که برات انتخاب کردن آمدی گرفتی، سالها که زندگی کردی، حال او را ایلا میکنی، تو چی حساب داری که زن دیگه خوشبخت میشی؟ اینا رو فکر کو. خداوند خانه های ما و شما را خانه های سعادت بگردانه، از آسیب و گزند، از داخل شدن شیطان محفوظ بداره، دیگرها را اجازه ندیم مداخله کنه. نخواهیم یک کس طرفداری مرا بکنه زن ملامت کنه، و یا طرفدار خانم شه و مرا ملامت کنه. نگذاریم این کارا نکنیم. بسیار کسا میبینیم جادوگرها هستند، فتنه ها ایجاد میکنن، در بین زن و شوهر مشکل ایجاد میکنن. یک تا دوست اگه داری، دو تا دشمن داری، هوشیار باش، خانه تا جمع کن، سر و سامان بدی، از خدا کمک بخوایم، دعا کنیم خدایا خانواده مرا سر و سامان بدی، جنجال جور نشه، بره خدایا مرا توفیق بده، مرا حکمت بده، مرا تدبیر بده، مرا عقل بده خدایا. همه تو بر دیگرها همی دعا را بکنیم. ما فکر میکنم باز بریم به یک میان برنامه و بعد تلفن ها را باز میکنیم. بعد از یک ماه صدای مبارک شما را ما بشنوم. شما هم گفتنی هایی دارین، بگوین. درد ما درد مشترک است، کوشش کنیم این درد دوا کنیم. از خدا تمنا میکنیم خدایا مشکل خانواده های ما را تو حل بکن. میریم تا یک میان برنامه را ببینیم و بعد به صدای گرم شما هم انتظار دارم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وصال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. وصال حق، گامی در راستای بیداری. وصال حق، گامی در راستای بیداری. همگی ما در برابر دین ما، در برابر دنیای ما احساس مسئولیت داشته باشیم. اگر فردا می‌خواهیم که یک جامعه سالم داشته باشیم، یک خانواده سالم داشته باشیم، مسئولیت‌های ما را انجام بدیم. وظایفی که خدا به گردن ما سپرده باید اونا را با دل و جان بپذیریم و به خاطر که سعادت ما را تضمین میکنه عمل بکنیم. از خدا توفیق عمل بخوایم که خدایا ما را کمک بکو که این سفارشاتی که بر ما میکنی اینا را بتانیم انجام بدیم. او وقت است که ما انشالله اگر در روی زمین هم نبودیم، در زیر زمین بودیم، راحت بخوابیم. کسایی که از ما باقی میمونن اونا در حق ما دعای خیر خواهد کردن. حالا از عزیزا انشالله تمنا دارم که صحبتی که دارن، سوالی که دارن در مورد همین برنامه خود ما باشه. برنامه ما که مشخص برنامه خانواده هست و خصوصا امروز چیزی که داشتیم جلوگیری از اختلافات یا حل مشکلات خانواده است که نگذاریم خانواده ما دچار مشکلات شود. چه قسم چی کار داریم؟ شما هم چیزایی که تجاربی که پیش شما هست، علمی که شما دارین، اینا را مشترک بسازیم، دیگران هم استفاده بکنن که ما بتانیم یک خانواده ولو جنجال باشه، جنجال ها زودگذر باشه، جنجال ها عمیق نشه، ریشه ندوانه، سرایت نکنه، از داخل اتاق ما بیرون نشود، در همونجا فروکش کنه، در همونجا از بین بره و باز هم جنجال ایجاد شود، باز هم ما بتانیم توانش داشته باشیم که حل کنیم. پس ما با جنجال خود ما را آماده داشته باشیم که بتانیم جنجال ما را جلوش بگیریم. با اولین تلفن میرم. بسم الله. وقتی که شما صحبت میکنین مستقیما با ما صحبت میکنین، حرفتون رو باید بگوین، منتظر از این نباشین که صدای مرا شما بشنوین یا صدای شما دوباره انعکاس کنه. بنابراین از وقت استفاده کنیم که وقت رخ شدین سلام علیکم گفتیم شما صحبتتون رو شروع کنین. بله، برنامه رحمت. السلام علیکم. بفرمایین برادر فرهاد، بفرمایین، صدای شما را میشنوم. تشکری میکنم این نظرگی خیلی زیاد میکنم که اگر یک موضوع های جالب سخنه شیرین میزید دوام همیشه شما را نگهبان باشه برخوروی درهای دین اسلام که همیشه خدمت میکنم موفق بلند ارزم. شما را خدا اجر بده، خدا دعایتان در حق کل ما قبول بکنه. بسیار لطف کردین، محبت کردین برادر عزیزم. زنده باشید. من آرزو تماما میکنم که استاد یک بار ما شما رو بازم از نزدیک ببینید، در صحبت‌های شما باشید، لطف کنید، اگر نمونید اتازیکتان مهمان شاید ما شما رو انتظار هستیم. انشاءالله خداوند نصیب بکنه، خداوند او دیار شما را دیار بگردانه که مسلمان ها آزاد آمده بتانن، آزاد شما بیرون بیاین ما اونجا بریم. خداوند او روز نصیب ما بکنه انشاءالله. من یک چیز داشتم، اگر لطف میکردین گوشه که تلفنی را میبرداشت. متاسفانه تلفن یک رقم جنجال داره که بازم من کوشش میکنم. بفرمایید، بگوین، بشنوین. بگوین، صحبت کنین.
مهربانی میکنین. ما خدا خیرتان بده. من یاد داشت کردم انشالله با فرصت جوابش میگم انشالله. بسیار تشکر، لطف کردین. خدا یار و مددگار شما. ما در ادامه صحبت پیشتر ما است تا که برادرها رخ میشن که بعض وقتا شوهرها در بیرون زیاد کار می داشته باشن، خیلی پر مشغولیت هستن، خانه هم که می آین فرصت نیست برشان که با اولادشان با زن فرزندشان بشینن صحبت بکنن. این کار سبب میشه که از نظر احساس فاصله ایجاد کنه بین زن و شوهر. خانم منتظر است که یک کسی میای از بیرون با اونا صحبت میکنه، حرف میزنه و یا حرفایی از خانم میشنوه، ولی شوهر متوجه نیست. شوهر در غم کار و روزگار است، گرچه تلاشش هم است که بر خانوادهش یک چیز میاره، ولی که این اینقدر مشغول ساخته که از خود خانواده با صحبت کردن با خانواده این فرصت نداره. این کار بسیار خطرناک است برادر عزیزم. این شغل تو باز پشیمان میشه که من چقدر کار کردم ولی خانواده از بین رفت. خانم ضرورت داره که تو یک چند دقیقه وقتی تا بگذاری به صحبت کردن با اونا. در وقتی که اونا چیزی میگن خودت تلفن با گوشت است یا مجله میخوانی و حرف میزنه، حرفای از او در هوا میره. بله میشنوم بعضی کسا هم عادتشان هست، اخبار دستشان است یا کتابی هست اینو میخوانن و طرف مقابل گپ میزنه، بله میگه، ولی این متوجه باشیم که کلان حقارت است، کلان توهین است برای کسی که با شما صحبت میکنه. و ما که انسان هستیم در یک وقت چند کار کردن نمیتونیم که هم بشنویم، هم بخوانیم، هم بگوییم. او الله است که در این لحظه هم میشنوه، هم میگه، هم میبینه، هم هر کار را انجام میده خداوند. و در یک لحظه گپ یک نفر نی که حرف به میلیاردها انسان و حیوان الله میشنوه. او الله هست. ولی این کار یک کسی، ولی زن باشه مرد باشه، وقتی کسی با شما حرف میزنه باید چشمای سعی کنین، گوشتانه بگیرین که چی حرف میزنه. شما برش ارزش قائل میشین، اهمیت قائل میشین، گپش گوش میکنین. ولی اگر این خصوصا داخل خانواده باشه، فرزندا با شما میای گپ میزنن، شما با تلفن یک کس گپ میزنین، با او یک سر میجنبونین، بس این کارتانه تغییر بدین. ایرا فرصت پیدا کنین، یک چند لحظه با اینا خلوت کنین، گپ بزنین، گپشون گوش کنین. بله برادر عزیز بفرمایید. سلام علیکم. السلام علیکم برادر عزیزم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید صدایتان رو میشنوم. خلیفه عبداللطیف افغانی هستم، از تهران صحبت می‌کنم. بفرمایید عبداللطیف خان. استاد محترم، از این صفحات شما کردین، از این صحبت‌های شما کردین، ما را به بین بحث قرار دادید. خدا شاداب شدیم که خداوند شما را شاداب کنه. آمین. خداوند هم ایمان شما را سربلند داشته باشه. به حق جامعه اسلام شما همیشه دعا میکنین، به حق ما هم دعا کنید که ما مسافرای آواره و ملک مردم و خارج هستیم. الهی آمین. انشالله و دار و خانواده جایدار شویم که انشالله با امید خدا به دعای شما با کمک خدا بریم در خانه و وطن جای ما، کشور ما را خدا آرام. الهی آمین. الهی آمین. خداوند کشور ما را در زیر بیرق اسلام آباد و آزاد بکنه که همه ما و شما همونجا جمع باشیم. بسیار خوشحال شدم از تلفنتون برادر عزیزم. اللهم آمین. این سخنایی که الان شما استاد بزرگوار برای ما کردین، برای جامعه اسلام میکنین، به خاطر همسرها و خانواده و تربیه اولاد و خانواده ها میکنین. خداوند شما را در دنیا و آخرت شما را انشاءالله اجر بده. آمین. آمین یا رب. خداوند شما را اجر بده و مهارم خداوند دعا که خداوند توفیق بده. آمین یا رب العالمین. آمین. خدا خیر بده برادر عزیزم. بسیار تشویق کردین ما را. به سلامت باشین. ما عزیز یا که اینقدر ادبیاتی که عزیز تلویزیون شما میشنوم، اینقدر ادبیاتی که ما عزیز تلویزیون از سخنهای شما میشنویم،
اینقدر ادبیاتی که ما از شما یاد گرفتیم، پیامه اسلام از شما یاد گرفتیم، خداوند شما را در دنیا و آخرت پاک نکنه ان شاء الله. با شما یک جای برادر عزیز من، خداوند دعایتان در حق همه مسلمان ها قبول بکنه. خداوند هدایت کنه با جمله کلمه گوی اسلام. آمین آمین یا رب. قرآن باشه. آمین یا الله. آمین یا رب. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باشه. آمین. ما ان شاء الله با جیب خود و رنگ و زبان دراز طرف خانه و همکاری ما کنیم. الهی آمین. یک چیز دیگه گفتنی دارم واقع کنم. خواهش میکنم بفرمایید. این دو صبح نماز بامداد خواندم، استراحت بودم، ساعت 9 بجه روز بود، خواب دیدم پدرم قبلگاهم حاجی عبدالغنی پارسال پدرم در خانه کعبه رفته بود. امروز خواب دیدم که پدرم در خانه کعبه از دنبالش رفتم، در خانه کعبه پیش پایش عکس دیدم، پاهایش کوسه کردم، ایران کردم، پدرم در او اسمایی که در آغوشم گرفتم، گفتم پدر جان از من راضی باش، مرا ببخش، من تو را بخشیدم، خدا از تو راضی باشه، من از تو راضیم. پدر من به خانه کعبه پاهایش کوسیدم. این جواب خواب مرا تبدیل خواب مرا بگید. خداوند شما را اجر بده، خداوند شما را سرفراز داشته باشه. خوشا به حال شما که اول که کعبه را خوابیدین، باز در داخل کعبه پدرتان را میبینین، شما باز اونا را ازشان عذرخواهی میکنین و اونا شما را میبخشه. این سعادت کدام اولاد میتونه داشته باشه؟ خوشا به حالتان، خوشا به حالتان که پدرتان از شما راضی رفته. خداوند همه پدرها را از اولاد راضی بسازه، اولادها را خداوند توفیق بده که رضایت پدرشان گرفته بتونن. یا الله. السلام علیکم و رحمت الله. بله بفرمایید، صدایتان بلندتر صحبت کنید. یک برادر بود، سنشان کم و بیش زیاد شده بود و اونا توانایی صحیشان هم تقریبا از دست داده بودن، تنها بودن. یک خانم بیوه دیگه که شوهرش البته از دست داده میخواید که در خدمت از این مرد خدا قرار بگیره، مردی که توانایی نداره، مردی که شاید دیگه امید اولاد پیدا کردن نداشته باشه. این زن فداکار میخوایم، میگه من آخر عمر من میخوایم در خدمت همین مرد قرار بتم، من میخوایم با این ازدواج کنم و در خدمتش باشم. الحمدلله در جامعه انسان‌های پیدا میشن که دست ناتوان‌ها را میگیرن. این چی جامعه، چی اولاده، این چی خانمه. انشاءالله تمنا میکنم که خداوند این خانم با خانم‌های صدر اسلام حشر کنه. خدا به خانم‌ها و مردها هم این توفیق بده که اگر زنای بیوه هستن، زنای ناتوان هستن، اونا را دستشان بگیرن، اونا را سرپرستیشان بگیرن. همونطور که مردا از تواناییشان میمانند، صحت ندارن، تنها هستن در جامعه، خدای نخواسته خوار نشون، یک کسی میاد دستشان میگیره. اینا اگر بگویم ملک‌های روی زمین هستن زیاد نگفتیم. خداوند از همه شما راضی باشه. خواهر من، خدا خصوصا از این خواهر من. بله السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. جانم بفرمایید، صدایتان شنیده میشه. سوال معنی بود که احترام در مقابل والدین یا احترام متقابل زن شوهر، بله تو باید باشه آیا در این مورد حدیث هست از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم؟ آیا در این مورد ما سوره‌ای داریم که اگر باشه بر ما توضیح بدین بهتر. خدا خیرتان بده. بسیار تشکر برادر عزیز. ما که احترام والدین که در قرآن هم داریم، ما که خداوند بارها ذکر میکنه، حتی بعد از عبادت خودش الله عزیز احترام به پدر مادر، نیکی به پدر مادر خداوند امر میکنه سر اولاد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که احادیث زیاد، سخنای گوهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر ازی است که پسر یا دختر در خدمت پدر مادرش باشه.
حتی ببینیم که میگه که پدر مادرتان برای شما جنت یا دوزخ هستند. به معنای ازی که اگر شما در خدمت پدر و مادرتان بودین، خداوند شما را جنت خواهد برد، و اگر در خدمتش نبودین، نافرمانی کردین، عصیان کردین در برابر پدر و مادرتان، شما را خداوند به دوزخ خواهد برد. ولی در رابطه با احترام متقابل زن و شوهر که زندگیشون سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیاده بکنن، اینا خوشبخت ها هستن. رسول اکرم چقدر سفارش میکنن، صحبتایی که من تا حال پیشتر میکردم همینا بود. خود مبارک میگن که من بهترین شماها در رابطه با خانواده خودم هستم. خانمایشان چقدر دوست داشتن، خانم‌ها اونا رو چقدر دوست داشتن، احترام به یکی دیگه داشتن. حتی ببینیم میگن که با کلامتان اینقدر با احترام باشه که دیگه خطاب میکنین. بنابراین پیشتر و حدیث خواندم که برای خانم اگر وقتی رسول الله مبارک میگن که شما اگر در زمین برای مخلوق سجده روامی بود، ما خانم میگفتم برای شوهر خود سجده کنه. و او طرف برای مرد میگه که ای مرد، زن تو در عهدی توفه یا امانت از خدا در نزد تو هست. چمانا که بسیار باید قدردانی کنی، این امانت خیلی درست محافظه بکنی، احترامش داشته باشی، خدا ناخواسته ضایع نشه از پیش تو. به این ترتیب ما توجه میکنیم که هم دین ما خصوصا در رابطه با احترام این دو نفر که زن و شوهر هستن، پدر و مادر میشن، چقدر تاکید میکنن. برنامه رحمت. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. زنده باشین برادر، بفرمایید. بفرمایید. از کجا صحبت میکنین؟ از ایران. بفرمایید صحبت کنین. صدای شما را ما میشنم، شما صحبت کنین، وقت کم ماند، 1 دقیقه وقت ما مونده. بفرمایید. زنده باشین، سلامت باشین، بفرمایید. الحمدلله الحمدلله، به تعدادتون خدا بیافزاید. دوام بدین صحبتتانه. بله بله بفرمایید. شما صدایتان خودتان گوش نکنین، حرفتان شنیده میشه، وقت از بین رفت، وقت خلاص شد. ما انشاءالله صحبت های خود ما را در همینجا نقطه میگذاریم. برادر و خواهر عزیز من، امیدوار هستم که خداوند این فرصت باز نصیب بکنه که یک شنبه آینده باز با هم زنده یا لایف مباشر با هم صحبت ما را دوام بدیم و تکراری برنامه هم روز جمعه ساعت 10:30 وقت مکه مکرمه و همچنان روز 5 شنبه ساعت 5 وقت مکه مکرمه انشاءالله شما از شبکه جهانی وصال حق میتونین ببینین. با امید موفقیت شما و برقراری صلح و صفا در بین خانواده ها همتون به خدا می سپارم. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. خدا یار و یاور شما. أوحى به